تست رو از بسته خارج میکنیم و در یک سطح صاف قرار میدیم. به پیپت حاوی بافر چند ضربه میزنیم تا مایع کاملا ته‌نشین بشه. در پک تست پد الکلی و لنفت 4 پر گذاشتیم. با پد الکلی نوک انگشت رو کاملا تمیز میکنیم و صبر میکنیم الکل روی انگشت خشک بشه. قسمت دایره لنفت 4 پر رو جدا میکنیم تا سوزن آزاد بشه. بعد از اینکه انگشت از الکل کاملا خشک شد، از پایین بند انگشت فشار میدیم و سوزن رو فرو میکنیم. یک قطره خون داخل چاهک تست میریزیم. بلافاصله بعد از ریختن خون بافر رو روی اون میریزیم. نکته مهم اینجاست که فاصله بین ریختن خون و بافر نباید طولانی بشه. یک تکون کوچیک به تست میدیم تا بافر جذب نوار بشه. محلول بافر و خون در سطح نوار بالا میرن و کاملا نوار رو خیس میکنن. بعد از گذشته 10 تا 20 دقیقه میتونیم نتیجه تست رو تفسیر کنیم. بعد از 20 دقیقه جواب کاذبه.